مکان‌هایی در جهان وجود دارد که در هر گوشه آنها رمز و رازی نهفته است. مکان‌هایی که شاید کمتر کسی بخواهد یا دوست داشته باشد که به آنها سفر کند. در ادامه قصد داریم به تعدادی از آنها اشاره کنیم. نزدیک به 4 قرن بین سالهای 1439 تا 1787 در قبرستان یهودیان مراسم خاکسپاری مردگان انجام شده است. در این قبرستان نسبتاً کوچک تقریباً 100,000 نفر دفن شدند، اما تنها 12,000 قبر در آن وجود دارد. مسئولین قبرستان روی قبرهای قبلی خاک ریخته و مرده دیگری را روی آن دفن کردند. در برخی از نقاط قبرستان بیش از 12 قبر روی هم قرار گرفته است. به مرور زمان این خاک‌های روی هم انباشته شده فرو ریخته و اجساد و سنگ قبرهای زیرین بیرون افتادند. سنگ قبرهای قدیمی به سنگ قبرهای جدیدتر فشار آورده و آنها را کج کردند. در نتیجه نمای این قبرستان بسیار غیر طبیعی و البته ترسناک شده است. این دایر کوچک در قرن 16 میلادی توسط یک راهب فرانسیسی ساخته شد. دایر استخوان‌ها مساحت زیادی ندارد. طول این دایر تنها 18.6 و عرض آن 11 متر است و استخوان 5000 راهب در آن قرار دارد. روی سقف این دایر مخوف نوشته شده است: روز مرگ از روز تولد بهتر خواهد بود. جنگل خودکشی نام غیر رسمی جنگل آوکیگاهارا است که در جزیره هونشو ژاپن قرار دارد. این جنگل بدنام محل خودکشی افرادی است که از زندگی خود خسته شده‌اند. جنگل خودکشی جایگاه ویژه‌ای در افسانه‌های ژاپنی دارد و ژاپنی‌ها بر این عقیده‌اند که این مکان توسط ارواح و اجنه تسخیر شده است. این جنگل پس از بال گلدن گیت در سان فرانسیسکو معروف ترین مکان خودکشی در جهان به شمار می‌آید. بر در ورودی این جنگل نوشته شده است: زندگی شما هدیه با ارزش والدینتان است. به خانواده خود فکر کنید. رنج خود را تنهایی تحمل نکنید. با شماره 22-0110 تماس بگیرید. تپه صلیب‌ها در کشور لیتوانی محل برافراشته شدن تعداد زیادی صلیب است که جمعاً به حدود 50,000 صلیب میرسد. این تپه اگرچه ظاهری شبیه گورستان دارد، اما در واقع گورستان نیست. باور عمومی مردم محلی بر این است که کسانی که در این محل صلیب بگذارند در زندگی خود کامیاب خواهند شد. نمیتوان با قاطعیت گفت که چه کسی و در چه زمانی و به چه دلیلی اولین صلیب را در این منطقه برافراشته و تاکنون از راز این تپه رمزگشایی نشده است. بازاری که با ورود به آن طلسم میشوید. این بازار اشیا و گیاهان جادویی در شهر لومه پایتخت توگو واقع شده است. مردم اهل توگو، غنا و نیجریه به آیین خاصی به نام وودو باور داشته و برای عروسک‌ها قدرت جادویی قائل هستند. مجموعه اشیایی که در این بازار یافت می شود بسیار غیر متعارف است. در این بازار از جمجمه یک گاو نر بزرگ گرفته تا سر خشک شده میمون، بوفالو و پلنگ و دیگر اقلام جادویی را می توان یافت. پاویلیا یکی از معروفترین جزایر دنیاست که در دریاچه ونیز در شمال ایتالیا واقع شده است. بر طبق ادعاها از زمان روم باستان این جزیره محلی برای نگهداری افراد مبتلا به طاعون بوده و بیش از 160,000 نفر در این جزیره دفن شده‌اند. مردم ایتالیا بر این باورند که ارواح مردگان در گوشه و کنار این جزیره پرسه میزنند. علاوه بر تاریخچه تاریک این جزیره ادعا شده است که در یک مرکز روانشناختی که در این جزیره احداث شده بود از بیماران به عنوان نمونه برای انجام آزمایشات روانشناختی استفاده می شده و در واقع بیماران را شکنجه روحی می دادند.
از این رو برخی از محققان امور ماوراءالطبیعه این جزیره را به عنوان یکی از مخوف‌ترین مکان‌های روی زمین معرفی کردند. مومیایی‌های کابایان در سال‌های 1200 تا 1500 میلادی در این مکان دفن شدند. به گفته افراد محلی، ارواح این افراد هنوز هم در این مکان پرسه می‌زنند. اجساد این مردگان با استفاده از ترکیبات خاصی مومیایی شده است و با توجه به تلاش‌های صورت گرفته برای سرقت این مومیایی‌ها از این مکان به شدت محافظت می‌شود. شاید از خود بپرسید که چه دلیلی دارد کسی یک مومیایی را به سرقت ببرد. یکی از کسانی که سعی کرده بود از این محل دزدی کند در جواب سوال ما گفت که وی این کار را حق خود می‌داند، زیرا یکی از این مومیایی‌ها مطمئناً متعلق به جد وی خواهد بود. این کلیسا در روستای لوکووا واقع شده است و در سال 1968 پس از آنکه در حین مراسم دعا قسمتی از سقف آن فرو ریخت متروکه شد. اخیراً هنرمندی به نام جیکوب هادراوا مجموعی از مجسمه‌های ترسناک را در این کلیسا قرار داده و حال و هوایی شیطانی به این مکان بخشیده است. این پل قوسی بسیار قدیمی در نزدیک روستای میلتون در اسکاتلند قرار دارد. در اواسط قرن 19 حوادث عجیبی در این مکان اتفاق افتاد. 10 سگ خود را از ارتفاع 15 متری این پل به پایین پرت کرده و اکثر آنها در برخورد با صخره‌های پایین پل کشته شدند. تعدادی هم که زنده ماندند بعد از نجات توسط افراد محلی باز تلاش کردند که خود را از بالای پل پایین بیاندازند. به دلایلی ناشناخته این پل به مکانی خطرناک برای حیوانات تبدیل شده است. قلعه لیب در منطقه کانتی اوفالی ایرلند واقع شده و یکی از مخوف‌ترین قلعه‌های جهان به شمار می‌آید. در داخل قلعه یک سیاهچال بسیار بزرگ قرار دارد که کف آن از تیغه‌های چوبی نوک‌تیز عمودی پر شده است. این سیاهچال حین مرمت قلعه توسط کارگران کشف شد و مدت زمان زیادی طول کشید تا آنها توانستند تمامی استخوان‌های موجود در این سیاهچال را با چندین کامیون به بیرون از قلعه منتقل کنند. به عقیده مردم محلی ارواح کسانی که در این سیاهچال کشته شدند در این قلعه حضور دارد.